آی دنیا دو روز است باش کسی نبینم سیگرت بکشم خودت ما رو ببخشای خدایا. هیچ یک نعمتیستی. او بچه سوختم. او بچه تو را دیگه چی شده؟ چرا در این ماه رمضان سیگرت میکشی؟ کی گفته سیگرت میکشم؟ سیگرت هم میخورم. چرا بازو قسم نشیش دیگه رقم است؟ سایگو بچه شنم اینجا قضاوت کردی. لالای تک چند وقت میشه بسیار میده درد است. تو از چی وقت میده درد بودی که ما نمیفهمیدیم؟ اون وضو بچه عبدال با ما سرایت کرد. او بچه میده دردی خود ساری نیست که از یکی به دیگه کس سرایت کنه. تو دکتر هستی؟ نه خلاص دیگه. او بچه گپا تیر نکوی سیگرت خوری چه قسم به میده دردی خوب است؟ روز 5 قلم سیگرت که بخوری خلاص هستی از میده دردی. او بچه تو چی گفته میری؟ دفعه دیگه گفتی گوی کفتر شاید شمشیره رو بخورین؟ اگر ای سال باشین سردرد باشین جاندرد باشین کلش جور میشه. رفتم با بیبیم دادم سردش به شفاخانه کشید نزدیک سلامای موتورم برای خدا جان رسانده بود. حتما در دلت شک داشتی. هر کس که شک داشته باشه نمیشه.